الکی الکی بباف برای خودت. الکی، الک، علمخ، جدا کردن، تقسیم کردن. یارشمادان النده تو گویش استانبولی ترکی مورد استفاده است. اله از ترکی کهن در دیوان اللغات ذکر شده. النده یعنی حذف شد از مسابقه. حالا اینجا تو الک تو داری یه سری چیزها رو حذف میکنی که این چیزهایی که حذف شدن بالا تو الک میمونن و اینا چیزایی نیستن که تو دلت مثلا آرد رو الک میکنی، این بالا تاشقالش میمونه، اینا رو پرت میکنی بیرون، اینا الکیه، چیزایی که داخل الک مونه، یعنی به درد نخوره، الکیه. فهمیدی؟ وقتی از داخل زبان، از داخل ریشه کلمات بری داخل موضوع، همه چی سهل الفهم میشه. حالا نزدیک بهش الشتیرمک، یعنی میری سراغ خوب و بد، انتقاد، سراغ خوب و بد یک چیزی و خوبها رو میگی، بدها رو مشخص میکنی و این میشه همین الک کردن در تفکرات. الشتیره، انتقاد. انقدر آسونه، با خالی بندی فقط نپیچون این چیزها رو.